بریم به ویدیو خفن. نام ایشالله خفن باشه. امروز باید با ادامه سری پاره چندم بود در کامنت ها بگویید. بکنم پارت هفتم بود. این پار میخواستیم نیرو دریایی بسازیم و حمله کنیم به کشور ظالم علبستان و علبستان رو فتح کنیم. ولی بچه یه حرفی نمیمونه صحبم یادتون نره. بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. خب در وازی اومدیم برای چی که زارم این مدال بنده خدا رو ندیم اینجا. این چون که توی مرز مشهد این فرماندمون میمونه، من میخوام فقط توی مرز مشهد اینقدر دفاع کنم و ارگنایزری نیرومون زیاد باشه که هرچی نیروی شوروی بخوان نیروی ما رو بزنن سلاح 100 برابر بیشتر بشه، منپاور 100 برابر کشته بشه و اینجور چیزا. برای همین باید به این برادرمون ارگنایزری بدیم. این خیلی خوبه براش. اینجا هم برای دیزاین نیروهامون ما میتونیم چند چیز انتخاب کنیم. بگم برای آنتی تانک اینجا هارد اتک زیاد میکنه 10%، ساف اتک این بیشتر میکنه برای ریبلینگ، اینم دیفنس رو بیشتر میکنه. من فعلا چون که اصلا آنتی تانک برای تانک و ایناست، برای همین هارد اتک رو انتخاب میکنم. ولی در کامنت ها بگین انتخاب خوبی بود یا نه. از نظر خودم که انتخاب بعدی هم انقدر نبود. خب اینم انجام شد و چند تا راه داریم. این قسمت رو بریم که یه بافای مثبتی به نیرو دریاییمون میده که فعلا ما برای دیزاین ناوامون چیزی نیاز داریم که باید یک توپ جنگی رو انتخاب کنیم. توپ جنگی نمیگیم، سلاح این رو انتخاب کنیم. اینجا لایت از نظر من این بهتره همین رو بریم جلو. ببینم جلوش چی میده. آنتی ایر میده و اینجور چیزا. فعلا آنتی ایر برامون زیاد مهم نیست. خب همینا رو بریم که شما ببینین هارد اتکش اینقدره که ببینم تو این چه فرقی داره. لایت اتک فقط میده. ها این برای هارد اتک خوبه که من بعد اینو برم دیگه، چون که هارد اتک اونقدر برای نیروی دریایی مهم نیست و دیگه. خب این از نظر من بریم تو این بخش زغال وارد کنیم. زغال سرعت همه چی بیشتر میکنه یا که این چون که منفی نیست هیچ کاری انجام نمیده. سوالمه من بذار یکی رو وارد کنیم مثلا از کشور دوست برادری نداریم اما دشمن، حالا از شوروی وارد میکنیم که ببینیم این سرعت کارخونه الان مثبتی چیزی میخوره. روزادش نمیدونم اینجا یه جای مثبت خورده. فکر کنم یکم سرعت ساخت و سازه همه چی میبره بالا، ولی دقیقا دیگه نمیدانم. خب این فوکسمون انجام شد و بریم سراغ فوکس بعدی که فوکس بعدیمون چی باشه. اینجا که بچیم این قسمت ها رو بگیریم، شاید کارخونه نظامی هم توش باشه. پس این قسمت رو میریم که یه جورایی هم کلایم روی مرز افغانستان بگیریم، هم بس از قسمت بلوچنشین بریتیش راج هم بگیریم. شاید تونا پایگاه نظامی بود خوبه. و ببینم اون فوکسمون رو رفتیم الان سرعت اینا چند نزد. نه این سرعتش فکر کنم چون که یکی از اینا وارد کردیم به 4 رسید و دوباره به 5 اصلیش رسید که اونقدر هم بیشتر نشد. بعد این ریسرچ رو بیشتر بریم که اینجا برادر عراق تبدیل شد به فاشیست شده. ببین پلن دارم. این رابطش با انگلیس خراب شد قبل از اینکه انگلیس به این حمله کنه و آلمان اینو جزء فاکشن کنه بهش حمله کنیم. این توی تاریخ اینجوری نبوده ولی ما میخوایم انجام بدهیم. پس بچه ها رو
اعزام میکنیم به مرزهای غربی کشور، جنوب غربی، که اینجا مستقر بمونن و فعلا یه استراتژی پرت و پلایی میریم، چون که حتمی نشده که بهشون حمله میکنیم و الان هنوز که اینو دارن. ما باید اینو و زمانی که انجام دادیم و اینم انجام دادیم سریع این بخش رو بریم که فکر کنم کلاین بگیریم روی مرزهای عراق و قسمتی از عراق هم برای خودمون کنیم. اینجا هم آخرش میتونیم اینا بریم که با انگلیس میتونن که نمیصرفه، فعلا از این بکشیم بیرون. و بله جنگ جهانی هم استارت خورد. آلمان داره باید کمکی به شما برسونیم دیگه، داداشی و عشق داداش و اینجور چیزا. آلمان رو تحریم کنیم؟ نه یه کوخم ریختم، میخوام یکو تمرین کنم، تحریم کنم. کسی نیست تحریمش کنه. نه فکر کنم فقط آلمان رو میتونیم تحریم کنیم. بچه حالا اینو بگیریم. اگر تکنولوژی خواستیم از آلمان داداشم یکم درخواست کنیم که تکنولوژی ناو هم داره، ولی حیف ما یه کارخونه اونو بدیم برای یه تکنولوژی ناو. اگر بخواید به عراق حمله کنیم شما فقط سوپلای نگاه. این قسمت یکی از بهترین سوپلایمونه که خیلی سوپلایمون اینجا تقریبا یافته است. تقریبا 1 2 3 4 5 سوپلای اینا رو ساپورت میکنه و این خیلی خوبه. اگر سلاح اینو کم نیاریم که از قضیه سوپلای اوکی. خب این فوکسمون هم رفتیم. همچنین گفتم باید این قسمت رو بریم که اون قسمت بلوچ نشین بریتیش راجو بدن. و کی سال ما با این فوکس کلایم روی مرزای افغانستان گرفتیم؟ نه میگم این ریسرچ میگم یه فوکس دیگه باید بریم. یکی روز جنگ آلمان ادامه داره، زمین صافه دیگه، عملا هیچ اسمش هیچ رودی چیزی نداره، همینجوری تانکا رو انداختن دارن میگیرن دیگه. حالا ما پلن قضیه عراق که گفتم، ما بذارید ببینم اینجا کجا با انگلیس رابطش بد میشه. اینجا رو که میره اینجا در جا با انگلیس میره تو جنگ، این بده دیگه. ما نمیتونیم قبلش بریم با این تو جنگ. اینو نره یوی به ما حمله کن. اگر به ما حمله کنی که چی بهتر، والا چه بهتر که به ما حمله کنه. و چون پشمام صورت کارخونه به 9 تا رسید بالاخره و این خیلی برام خوبه. حالا قسمت از بریتیش را جمع بگیریم این کارخونه شاید به 10 تا هم برسه. یکی از پوینت های مثبت چیز من نمیدونم این میده قبول نکنه یکی زوریه که قبول کنه، ولی نمیدونم اگر قبول نکنه که چه بد میشه. اینم هر روز داره درصدش میره بالاتر و مردم همیشه داریم میبریم در کارخونه اجباری کار کنن، دهنشون سرویس دیگه. میگم دیگه ذات من دیکتاتور. بله هی خدا افغانستان اسقل قبل از اینکه ما بهش حمله کنیم رفت به انگلیس حمله کرد. چی باحال، ای ریدم در این زندگی. ای خدا ما خواستیم یه لاشخوری کنیم نشد که بشه به فرانسه حمله کنیم. نه فرانسه حمله کنیم که بدبخت و بچه رو جمع کنیم. خواستیم یه کشور گوشایی کنیم به خدا نمیصرفه بابا. و ما میخوایم جزو چیز بشیم متحدین، برای همین به این عراقی رو حمله نکردم دیگه. بنده وسط جمع کن بچه ها رو باید دوباره بفرستیم به مرزه دیگه بریم واقعا برای پلن حمله به عربستان و دفاع در برابر شوروی دیگه. واقعا این پلن رو باید بریم که اینو دارش اینو دیگه نمیخوام جز به این باشه. چقدر تو خری، وای درست شد. یکی بابا میخوام نصفشون باشه. یکی به اینجا، اون یکی دیگه
بابا چه بدبختی داره. ای خدا ای خدا. از اون جدا به خدا اینا رو میفرستم. یکم بیبر. ها اوکی شد. اینو حذف کن. اینو حذف کن. اوکی شد. خب ما الان 2 تا گزینه داریم. یک که ما بریم خودمون بنادر رو درست کنیم که با این سرعت فکر نکنم به صرفه، ولی باید بسازیم باید بذاریم خود ساخته بشه، چون که ما داریم این فوکس انجام میدیم، نمیتونیم بریم فوکس های دریایی انجام بدیم که خودش بده. حالا فعلا یکی میسازیم برای روز مواد و بعدا اونا رو میریم. که این الان ببینم چند روز طول میکشه. من بگو دیگه. بگرم خیلی طول کشه. ای خدا. خب اینجا میتونیم پوینت مثبت کشمون انتخاب کنیم که فعلا دیفنس برای من از همه چی توی نوو مهمتره، چون که میدونی که ما میخوایم با نیرو دریایی انگلیس بجنگیم. شما زمانی که این کلمه بریتانیا یا انگلیس رو میگین یاد ناو میفتین اصلا، میدونین؟ و که ما بخوایم کنار ناوای آلمانی جلو رو دفاع کنیم دهن سرویسی خیلی داره. که بله عراق آمدم جمع کردن که اما الله اکبر شد که ما یه پوینت مثبتی داره برای ما، یه سودی داره. ما زمانی که به انگلیس به ما حمله کرد میتونیم این قسمت رو بگیریم که عراق هم منابع فکر کنم کارخونه فکر کنم خوبی داشته باشه، چون که کشوری که زیاد تو جنگ نبوده و تخریب زیاد نشده راستیتش. اینجا این فوکس اونو داریم انجام میدیم که بریتیش‌ها رو تهدید کنیم، بگیم داداش بلوچ‌ها رو میدیم یا دهنتو سرویس کنم. همینجوری. حالا نمیدونم چرا قبول میکنه خیلی موقع، چون این قدرتمندتر از ما است و پاپت انگلیس اصلا عجیبه این و من فکر میکنم باگ باشه. و بله برادر بریتیش‌ها قسمت بلوچ نشین رو بهمون داد. الان ببینم اینجا سوپلای داره، سوپلای که داره 2 تا سوپلای هم داره، این خیلی خوبه. سوپلای بریتیش‌ها گرفتیم برای جنگ، خیلی خوبه. از اینجا من بعد از اینجا ببرم یکی از جنوب به اینجا برسه، یکی از مشهد که 2 تا راه داشته باشه. اگر اینجا به این بنادر حمله کردن یک راه دیگه برای سوپلای رسیدن داشته باشیم که فعلا یکی از اینجا تا اینجا میکشیم، یکی از مرز افغانستان از نزدیکای افغانستان رد بشه برسه به سوپلای مشهد که این ریسک گرفتنش خیلی زیاده، چون که بغل برادر چیز است شورویه که اینا رو لیول 3 ساخت اینقدر زیاد شد. آقا اینا رو نمیشه کم کنی؟ کلن پاکر باش. اینو از اینجا بکش تا چون شوی فلجو میکشه از زمینه هرسو فریم بدم میاد دیگه. ایشالا این تو چرا این اوکی. الان اینجا دیگه بعد قسمت مدرنیزه کردن ایرانو بریم که ببینم کدوم کارخونه میده. این نفت بهمون میده در خیلی از قسمت ها. اینجا یک سیویل فکتوری، اینجا یک سیویل فکتوری. فعلا ما میخوایم نفتمون توی این منطقه ها بیشتر بشه که میخوایم خلاصه دیگه قضیه ناو و اینا رو بیاریم وسط و ناو همچه که میدونین نفت میخواد، گاز و نفت میخواد. او یه چیز منفی رو من افتاد. آی حواسم نبود. اینا ست کنین اینا رو که اینجا دارن اعتراض میکنن مردم نیان جرمان بدن. الان استارت بزنم فکر کنم اینا منفی میشه، منفی نشد.
یا ابوالفضل مملکت داره به چخ میره. وای این بلوچا نیاد جمعمون کنن، این که داره منفی میشه چه دارن زیاد اعتراض کنن. داداش شما شاید وطن پرستین، ای خدا گیره کیا افتادیم. نمیدونم چرا این مشکل آرتورل این نمیخواد از ما بکشه بیرون. هنوز این بنی بشر رو منفی داریم و این خیلی بده. و که فکر کنم این ریسیرچ هم رفتیم که میتونیم پایگاهی درست کنیم که نفتمون رو تبدیل کنه به اسمش لاستیک. که من کجاها اینا رو میتونم بسازم. بذار ببینم نفت ما دقیقا کجاها داریم. برم تو این بخش ها این قسمت رو داریم. پس ما تقریبا این 12 واحد نفتی که داریم همشون میخوایم تبدیل کنیم به لاستیک. اینم تو اولویت میذارم، این بعدا میتونه ساخته بشه. و که اون قسمت هم گرفتیم سرعت ساخت و ساز اون به 12 تا رسید. این خیلی خوبه برای کشوری مثل ایران. و اینجا 14 تا واحد رو باید باش خداحافظی کنیم دیگه. اینا همشون تبدیل میشه به لاستیک. من برای قضیه آرتورلی یه پلنی دارم. میخوام از کشور آلمان وارد کنم، چون که فکر کنم تو جنگم است ارزون بفروشه. حالا نمیدونم اینو بزنم الان ببینیم یه از همه ارزون در میفروشد که همشون 7 واحد یه آلمان آنتی ایجی کم گرونتره که آلمان هم کلن آرتورلی نذاشته و از متحدینش دیگه باید وارد کنیم دیگه. متحدینش مثل برادر رومانی که تقریبا یکم کمتر کمتر دادش دیگه، خیلی زود تقریبا حدود 30 تایی وارد میکنیم. همین فکر کنم مشکل آرتورلیمون رو برطرف کنه. ما الان 22 تا فقط منفی داریم. بچه من توی قسمت پست یک نظر سنجی گذاشتم که سری بعدیمون چی باشه، حتما چک کنین. و که میخوام این نظر سنجی هم براتون بذارم که ما سمت متفقین باشیم یا متحدین آلمان و اینا حساب میشن، متفقینم انگلیس و شوروی اینا، چون که اصلا حزباشون به هم دیگه نمیخوره ولی سمت آلمان حزب به هم دیگه میخوره. پس دیگه نظر بدین دیگه متفقین یا متحدین. چلو بریم خیرات هم با آلمان کنیم. یه روز به ما حمله کرد بگیم ای خیانتکار چرا به ما حمله کردیم، ما که نفت زیاد داریم. یک تقریبا بذارید خواهم یه 1000 واحدی بهش نفت بدم که اونقدر نفتونم مثبت میکنیم. ما 104,000 بشک نفت توی خزانه داریم. این 1000 تا خیلی کم. حالا شاید برای آلمان نیازی بشه دیگه، حالا میدیم دیگه، همینجوری میدیم به عشق بچه. و بچه چه خبر از دنیا که اینور آلمان داره نروژ رو بگیره و فرانسه رو گرفته، این ور دیگه هم ایتالیا داره به مستعمره های انگلیس حمله میکنه و داره خوب میره. این بار واقعا داره خوب میره. بگید بیست رو ما خمه اینجا این چرا اینجا است؟ آقا اینم افغانستان بیده پیمون مرزمون مثل آدم بشه. خدا به خدا کیبورد رو میکنم توی صورت افغانستان. و این وسط هم فوکسمون هم انجام شد و بریم برای فوکس بعدی. از نظر من فوکس سیویل فاکتور تهران و آذربایجان. اینجا سیویل فاکتوری نمیده، اینجا هم نمیده. برای همین اینجا چی این چه
اکساید از روسا. همین برای میریم که یک سیویل فکتوری دیگه هم به اون بره که سرعتمون هنوز رو 12 تا مونده و این دوتا چقدر دیر ساخته میشه. اوکی، تبریک به همه ایرانیان کشورم، بالاخره آرتلریمون هم مثبت شد و دارن آپگریدش میکنن. خوبه، بعد دیگه کم کم دیگه باید بریم نیرو بسازیم برای کشور دیگه. الان میبینم کدوم نیرومون بهتره که این 3 تا واحد آرتلری داشته. من الان فهمیدم برای چی اینقدر آرتلری کم داشتیم. این سافت اتک و هارد اتکش خوبه، ولی فعلا نمیتونیم از این رو درست کنیم. بعد آرتلریمون دیگه مثبت بشه و تانک هم که اصلا چیش هم آب نمیخوره ما درست کنیم. کشور فعلا من دارم کشور میسازم برای دفاع در مقابل شوروی که اگر بخوایم ما تانک بیاریم توی ارتش تا کی بشه و که خیلی هم تانکای ضعیفی میشن جلوی اون تانکای دیگه، هیچ شانسی ندارن. این جان چی شد؟ نه نام ها، این باف مثبتش از روی ما افتاد و خیلی هم بد. من فکرم باف مثبت همیشه میمونه دیگه، این باف مثبت هم از دست دادیم. باید یک آپدیت جدید از دنیا هم بهتون بدم که ژاپن بالاخره مستعمره خودش رو توی چین درست کرد که یک چین فاشیستیه و این ور دنیا ایتالیا داره قسمت آفریقا انگلیس رو میگیره و کم کم آلمان داره پلن ریزی میکنه که به شوروی حمله کنه و من همون موقع که حمله کنه اگر بتونه تا استالینگراد که فکر کنم اینجا باشه، دقیقا اینجا هم بود، تا اینجا برسه ما دیگه حمله میکنیم که یه جوری نیرامون سریعتر به هم دیگه برسه. تا اون وقت دفاع میکنیم که یکم از جون نیروی شوروی کم بشه و کم کم دیگه ورود میکنیم. ما به امید تانکای آلمان اومدیم. ما از این ور بعد سمت‌های گرجستان و اینا به هم دیگه برسیم. اگر آلمان عقب نشینی کرد دیگه به چخیم دیگه. این هم دیگه از بدبختی همه. وقتی من دیدم این نوشته فکر کنم شروع کردن پلن برق کشی تهران، یعنی تا الان تهران برق نداشته. نمیدونم قضیه شده، کامنت ها بگید تا این وقت واقعا تهران برق نداشته یا نه. خب بله بد شد. ایتالیا هم به لب مرز تلاویو هم رسید و کم کم ایتالیا میاد که یهودی ها رو قتل عام کنه. این سنه خیلی تارکیه و یه کم کم ایتالیا داره به تلاویو میرسه دیگه. خب بچه ها ممنون که ویدیو دیدین. این پارت داشتیم قضیه لاستیک ایران درست میکردیم که انشالله پارت بعدی درست بشه و پارت بعدی یه کار دیگه که میکنیم اگر آرتلریامون مثبت بشه ما دیگه کم کم میریم نیرو درست کنیم و دیگه کم کم باید این فوکس هم بریم که سیویل فکتوری بده. الان ببینم فکر کنم یه سیویل فکتوریمون مثبت شد، نمیدونم فکر کنم 10 تا بود شد 11 تا، ولی که حرفی نمیمونه. ممنون میشم که در قسمت پست در نظر سنجی ها شرکت کنین. حالا که حرفی نمیمونه تا ویدیو بعد، خدا حافظ.